نشر تازه‌ترین فیلم امریکایی لطیف عزیزی در صفحات مجازی. لطیف عزیزی بالاخره دختر سینما شد. لباس‌های برهنه لطیف عزیزی در صفحات مجازی و نقد شدید لطیف عزیزی از طرف دوزاران و طرفدارانش. لطیف عزیزی در کشور امریکا توسط چی افراد حمایت می شود و این مصروف چی کارباری است؟ گفتنی های تازه لطیف عزیزی برای دوزاران و طرفدارانش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. لطیف عزیزی دختر خانم هنرمند شیره‌ای شناخته شده مطرح و محبوب در میان رسانه‌های افغانستان است. علاقه‌مندان و دوزاران خاص خودش را دارد. کارهای هنری لطیف عزیزی از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز شد و هرچند در این برنامه این زمان نتوانست به خوبی بدرخشد، ولی لطیف عزیزی توانست بعد از ختم برنامه ستاره افغان آهنگ‌های بیشماری بسراید که مورد حمایت گسترده دوزاران و طرفدارانش قرار گرفت. لطیف عزیزی دختر خانم هنرمند جوان و با استعداد کشور بوده است و بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان به کشور امریکا مهاجرت کرد. در کشور امریکا به کارهای هنر موسیقیش نپرداخت، بلکه برای برندهای مختلف در امریکا مدلینگ میکرد. این همه در حالی است که تازه تصاویر لطیف عزیزی در صفحات مجازی پخش می شود که وی در کشور امریکا در فیلم های امریکایی نقش ایفا کرده است. لباس های برهنه لطیف عزیزی بارها مورد نقد شدید دوزاران و طرفدارانش قرار گرفته است، ولی هر انسان خودش میداند و زندگی شخصیش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این دختر خانم با جمعی جوانان کشور از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لطیف عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.